از این لحظه بازی هم آغاز میشه توسط پرسپولیسیا که در این مسابقه پیام نیازمند و درون دروازه خودشون دارن. امید عالیشاه، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، سروش رفیعی. پرتو بلندش داخل محوطه جریمه. این ضربه سر و بازم پرسپولیسیا حالا سمت چپ. بیفوما صاحب توپ موقت برای پرسپولیسیا فرصت دارن. کاظمیان ارسال روی دروازه در ادامه و ضربه‌ای که مارکو باکیچ زد و البته علیپور بود که با پای چپ زد و با اختلاف توپ به بیرون رفت. فرصت خوبی که پرسپولیسیا از دست دادن. ببینیم با هم این ارسال علیپور، یه برگشت در ادامه روی پای چپ علیپور و توپ به بیرون رفت. ضربه دروازه رو علیپور، فرصت برای پرسپولیس روی پای راست، فرصت شوت زنی و ضربه او پس از برخورد با دیناروند به کرنر رفت. باید زده بشه. امید عالیشاه کوتاه ارسال حالا انجام میشه روی دروازه. این ضربه سر و محبی توپ رو در آورد. یه لحظه همچنان توپ روی هواست و حالا ارسال برای علیپور پشت محوطه جریمه. یه دور میزن علیپور، توپ رو رد کرد. خود علیپور روی پای راستش موقعیت شوت زنی و واکنش خوب دیناروند توپ رو راهی کرنر کرد. خوب کار کرد در این صحنه. ببینیم روی پای راستش یه فضای خوبی رو داشت، زبش هم زد که دیناروند راهو بست و کرنر برای پرسپولیسیا. از این نما هم ببینیم شوتی که علیپور زد. گودرزی پشت تو واگذار کرد. طاهرخانی ارسال مستقیم موقع برای تیم خیبر و گل برای پرسپولیس، برای خیبر. معصومی دروازه رو باز میکنه. حساب کار 1-0 میشه برای تیم خیبر. ورزشگاه منفجر میشه. یه کار تمرین شده، یه ارسال کاملا با برنامه و یه گل قشنگی که به ثمر رسید برای تیم خیبر. غافلگیر شد خط دفاعی پرسپولیس و اینم محمد عرفان معصومی. چقدر خوب کار کردن، چه نقشه‌ای کشیدن. ببینیم با هم از بین پای نیازمند یه تونل باز شد و توپ رد شد. ببینیم چقدر خوب کار کردن، چه نقشه خوبی کشیدن. کاملا تمرین شده و یه گل کلاسیک رو خیبری ها به ثمر میرسونن. خیبر 1 پرسپولیس 0 با گلی که معصومی در دقیقه 28 به ثمر میرسونه. بازم خیبری ها جلو کشیدن. بابایی کرنر به تیر 1 فرصت و ضربه سر مسعود محبی. ارسال انجام شد و اومد زبش هم زد، فقط توپش راهی به چارچوب نداشت. بازم پرس خیبری ها، این بار از سمت راست و البته چپ پرسپولیس. امید عالیشاه با تیوی بیفوما فرصت دارن پرسپولیسی ها. یه حرکت از بیفوما، یه ارسال، یه موقعیت، برگشت توپ. باکیچ فرصت شوت زنی و شوت عالی باکیچ با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت. اول که 1-2 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. ببینیم اینجا شوت عالی مارکو باکیچ با اختلاف بسیار کم از کنار دروازه به این شکل به بیرون رفت. بازیکن خیبر همچنان موقعیت دارن سمت راست به دنبال توپ. معصومی از همون ارسال کوتاه مقابل محوطه و فرصت همچنان هست و این ضربه دیدنی که به این شکل ببینیم معصومی فرستاد. اینجا یه برخورد که خطایی نبود. سفیر چوغایی به این شکل ضربش رو زد که از این نما با هم خواهیم دید. ببینیم یه کنترل، یه ضربه و توپ سفیر چوغایی تو بیرون نرفته و حالا میلاد محمدی اشتباه او. فرصت برای خیبر. گودرزی ضربش خوب نبود. موفق باشه اورونوف. پاس برای عالیشاه، خودش اورونوف. چقدر خوب کار کردن این 2 نفر. یه تو سر توپ، یه موقعیت. ضربه اورونوف رو مسعود محبی راهی کرنر میکنه. توپ رسیده از همونجا ارسال روی دروازه. موقعیت برای تیم پرسپولیس. فرقیچی برگردان صادقی رو دیناروند راهی کرنر کرد. واکنش خوب دیناروند باعث شد دروازه خیبر همچنان توسط عالیشاه زده میشه بلند به تیر 2. این ضربه سر و بازم پرواز محمد رضا دیناروند. عالیشاه
ارسال آلیشا به تیر دو، فرصت، ضربه سر مسعود محبی پشت محوطی جریمه. میلاد محمدی روی پای راستش، ضربش پس از برخورد با گودرزی راهی کرنر میشه. میره استون اورونوف و حالا ضد حمله برای پرسپولیس. امید آلیشا سمت چپ، موقع برای این تیم علیپور به تو زده، این ضربه سر. چقدر خوب کار کردن و کرنر آلیشا چقدر خوب فرستاد این ضربه سر و این واکنش از براجه دورخیز او از همونجا شوت رو میزنه و بازم واکنش عالی از دیناروند. چقدر خوب زد و چقدر خوب گرفت محمد رضا دیناروند. عالی بوده در این مسابقه دیناروند. فرصت، موقعیت و بازم دینارونده که با جسارت توپ رو در اختیار میگیره. دروازه‌بان روی این صحنه هم با جسارت اومد و توپ رو از بازیکن خیبر میبرم به سمت چپ. فرصت، زرونی بازیکن تکنیکی است با گودرزی، ارسال کوتاه، موقعیت برای خیبر. این بار پیام نیازمند توپ رو میگیره، به دست اومده. بازم فرصت برای خیبر سمت چپ، موقعیت، تک به تکم میشن و این ضربه که به کنار دروازه رفت و دیگه رسیدن بازیکن پرسپولیس. بازم موفق‌تر بازیکن خیبر پشت محوطه، موقعیت شوت زنی هم هست. این شوت عالی و ضربه بوسوی از کنار دروازه به بیرون رفت. آخرین بازی وحید هاشمی هم شاید باشه روی نیمکت پرسپولیس. موقعیت و حالا دروازه باز میشه. ضربه سر امید آلیشا باعث میشه تا فعلا هاشمیان هم شاید ماندنی بشه. ارسال عالی، ضربه سر دیدنی و گل تماشایی امید آلیشا. در دقیقه 89 یا 90 بهتره بگم دروازه خیبر باز میشه و پرسپولیسیا به بازی برمیگردن. هاشمیان هم اینجا آب مینوشه و آروم میشه. حالا از زیر فشار در میاد. یه ارسال بلند اصلا هم آفساید نبود، از پشت سر اومد و ضربه سر رو زد و دروازه رو باز کرد تا حالا تجربه بازیکن پرسپولیس به کمکشون بیاد. گل تماشایی امید آلیشا، قرمز پوشان زمین. کنانی زادگان، حرکت تکنیکی او، ارسال روی دروازه، یه اشتباه، یه موقعیت عالی و ضربه دیدنی که زده شد توسط محمد عمری و واکنش فوق‌العاده از و فعلا بازی 1-1 داره دنبال میشه. اما چند دقیقه داریم تا پایان مسابقه. حالا بازیکن خیبر سمت چپ، فرصت، گودرزی پا به توپ، موقع برای خیبری ها روی پای چپ. این ضربه در ادامه موقعیت دارن خیبری ها، فرصت برای این تیم و گل، اما آفساید. ببینید اینجا کاملا مشخصه که بازیکن پرسپولیس پر کرده آفساید رو و گل میتونه سالم باشه. اما پیام حیدری بیاد کنار زمین و اگر بیاد قطعا هواداران خیبرن که خوشحال میشن، چون نکته ای رو خلاف اعلام آفساید به پیام حیدری منتقل خواهند کرد. ببینیم اینجا کاملا مشخصه بازیکن پرسپولیس آفساید رو پر کرده. پیام حیدری هم کم کم میاد سالم تایید میکنه. ببینیم بله گل تایید میشه و حالا سوت پایان مسابقه به صدا در میاد با برتری 1-0 خیبر خرم‌آباد مقابل